حضرت داوود داشت از یه مسیری رد میشد، دید یه پیرزنه نشسته سر یه قبری و داره گریه میکنه و زجه میزنه. پرسید مادر جان چته؟ پیرزن با ناراحتی گفت جوونمو از دست دادم. اون مگه چند سالش بود؟ گفت 350 سال. گوی بابا مادر جان بعد از ما یه گروهی به دنیا میان که بیشتر از 50-100 سال عمر نمیکنن. پیرزن با تعجب پرسید اینا وقت میکنن خونه هم بسازن؟ حضرت داوود گفت نه تنها خونه میسازن بلکه خونه های زیادی رو خراب میکنن. سر همدیگه کلاه میذارن، زیرا به همدیگه رو میزنن، همه کار میکنن الا زندگی کردن. پیرزن گفت من اگه جای اونا بودم تمام عمرمو به خوشگذرونی بودم و خوشحال کردن دیگران. بر چرخ فلک مناس که کمر شکن است، بر رنگ لباس مناس که آخر کفن است. مغرور نشو که زندگی چند روز است، در زیر زمین شاه و گدا یک رقم است.